روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهاست منظورتان از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در شهر پراگا. در تخمینا 10 دقیقه بعدی در برابر دیگر موضوعها از تحولات اخیر افغانستان بعد ترک کشور نمودن پرزیدنت اشرف غنی گزارش می‌دهیم. سپس آب دهه به فرم نمی رود و یا از مقام سبکدوش شدن رهبری کارخانه استفاده بری آب نوشاکی دهات ناحیه وخش بعد نشر گزارش رادیوی آزادی. و اگنتی نفقه میگوید لایحه سازش درباره نفقه مهاجران کاری برای امضای رهبران تاجیکستان و روسیه آماده است. همچنان در این برنامه به سوالهای شما درباره مکان بودوباش شهلای گلخواجه، میزبان دائمی برنامه‌های رادیوی آزادی معلومات میدهیم. 43 نظامی افغان شب گذشته طریق چرخبال و هواپیماها از این کشور فرار نموده در فرودگاه شهر باختر تاجیکستان فرود آمدند. در این باره امروز 16 اوگوست منابع رادیوی آزادی در کمیته حالتهای فوق‌العاده خبر داد. منبع گفت فراریان نظامی افغان را موقتا در خوابگاه دانشگاه ناصر خسرو در شهر باختر جای کردند. فرار این نظامیان به تاجیکستان پس از به دست طالبان افتادن شهر کابل صورت گرفته است. در پی سقوط پایتخت افغانستان، پرزیدنت اشرف غنی با چند تن از نزدیکانش از کشور فرار کرد. تاجیکستان به طور رسمی خبرها در مورد فرود آمدن هواپیمای اشرف غنی پرزیدنت افغانستان در خاک این کشور را رد کرد. بعضی از سیاستمداران افغانستان روز یکشنبه گفتند در زمانی که جنگجویان طالبان به کابل رسیدند، اشرف غنی کشور را ترک کرد و به تاجیکستان رفت. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز 16 اوگوست با نشر یک اظهارات گفت هواپیمای اشرف غنی وارد حریم هوایی تاجیکستان نشده در خاک این کشور فرود نآمده است. در این اظهارات همچنین گفته می شود که طرف تاجیکستان در این رابطه از جانب افغانستان هیچ گونه درخواست دریافت نکرده بود. این در حالی است که منابع در حکومت تاجیکستان روز گذشته گفتند اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از ایستی کوتاه در دوشنبه به عمان پرواز کرده است. این سرچشمه روز 15 اوگوست گفت مقامات هوانوردی تاجیکستان در هماهنگ کردن پرواز هواپیمای او از حریم هوایی ازبکستان، ترکمنستان و ایران مساعدت کردند. شهر کابل روز گذشته به دست طالبان افتاد. پرزیدنت اشرف غنی با چند تن از نزدیکانش طوری گفتیم از این کشور فرار کرد. صبح امروز بعد اشغال کابل از طرف طالبان افغان ازدحام بزرگی در فرودگاه کابل جمع شد. جمع آمدگان اکثرا افغان‌هایی بودند که می‌خواستند افغانستان را ترک کنند. در نواری که کاربران به خبرگزاری ریترز فرستادند، دیدن ممکن است که صرف نظر از صدای تیر ازدحام کوشش کرد به داخل فرودگاه کابل راه یابد. خادمان فرودگاه میگویند هواپیمای شرکت کامایر که میبایست از کابل به استانبول پرواز کند نتوانست سری وقت به هوا خیزد، زیرا خواهشمند پرواز زیاد بود و جای نشست به همه نرسید. 16 اوگوست دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا اظهار نمود که تمام کارمندان سفارت آمریکا به فرودگاه کابل انتقال یافتند و سربازان آمریکایی در جریان ترک افغانستان امنیت آنها را تأمین می‌کنند. منصبداران آمریکایی میگویند دیپلمات‌های آمریکایی و کارمندان محلی افغان که به ایالات متحده آمریکا در دوره جنگ کمک کردند حاضر در فرودگاه میباشند. دپارتمنت دولتی و وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا در اظهارات مشترک تصدیق کردند که انتقال افراد ملکی از فرودگاه کابل 16 اوگوست آغاز یافته چند روز ادامه میکند. فرانسه، بریتانیا و آلمان میگویند که آنها نیز کارمندان سفارت‌هایشان را از افغانستان بیرون میکنند. اما روسیه گفته است که دیپلمات‌هایش در افغانستان باقی خواهند ماند. همین گونه رسانه‌های تاجیکستان و از جمله سامانه دیالوگ تیجه اطلاع دادند که سفارت تاجیکستان در کابل کارش را طور معمولی ادامه می‌دهد. 15 اوگوست پرزیدنت افغانستان اشرف غنی افغانستان را ترک کرد و طالبان در شهر کابل قصر ریاست جمهوری این کشور را اشغال نمودند. سخنگوی اداره سیاسی طالبان محمد نعیم اعلام کرد که جنگ خاتمه یافت. او از تشکیل روابط صلح‌آمیز با جامعه جهانی پشتیبانی کرد. طبق اخبار رسیده فعلا انتقال قدرت به حکومت دوره گذشته بررسی می شود، ولی معلوم نیست که کی این گزارش به وقوع می پیوندد و کی از میان طالبان در این مذاکرات اشتراک دارد.
روز یکشنبه سروزیر بریتانیا بوریس جانسون گفت واضح است که به زودی در افغانستان حکومت نو سر کار می آید. جانسون از جامعه جهانی دعوت کرد در علاهیدگی حکومت طالبان را اعتراف نکنند. به قول سروزیر بریتانیا کشورهای غربی باید همراه از موقع مشترک و به واسطه مکانیزم‌های بین المللی به مانند سازمان ملل متحد و پیمان ناتو عمل کنند. حکومت ناحیه وخش در ولایت ختلان پس از نشر خبر کنده شدن قبورهای خط آب در این ناحیه، انور غازیف رهبر کارخانه استفاده بری آب نوشاکی دهات را از وظیفه سبکدوش کرد. هفته گذشته رادیوی آزادی گزارش داده بود که محیب الله نام شخصی که گفته می شود با رئیس جمهور رشته خویشاوندی دارد، قبورهای خط آب 2 دهه جماعت رودکی وخش را کنده می خواهد آن را به خواجگی چارواپروری خود ببرد. در یک واکنش حکومت ناحیه وخش که روز 15 اوگوست دسترس رادیوی آزادی شد گفته می شود انور غازیف دیرکتوری کارخانه استفاده بری آب نوشاکی دهات ناحیه از جایگیرشوی قبورهای مذکور در زیر زمین پره معلومات دارد و بی‌واسطه در این کار دست داشته است. در بیانیه حکومت وخش گفته می شود برای سبکدوش کردن غازیف مقامات به اداره تاجیک دهات کارخانه واحدی دولتی خواجگی و منزلی کامونالی مراجعت کرد و با رضایت این نهاد او از وظیفه سبکدوش کرده شد. دلمراد دولتزاده رئیس اگنتی نفقه و سقورته اجتماعی تاجیکستان گفته است که اخیراً میان این نهاد و اداره نفقه روسیه ویدیو کنفرانس برگزار شد و نکات بحثناک شرطنامه دوجانبه نفقه میان دو کشور برطرف گردید. دولتزاده در یک صحبت با نشریه پارلمان صدای مردم گفته است پس از برطرف شدن نکات بحثی سازشنامه به حکومت‌های دو کشور روان شد و انتظار می‌رود در واخوری نوبتی سران دو کشور این سند به امضا رسد. در صورت به امضا رسیدن این سازشنامه مهاجران کاری تاجیک که حالا در روسیه کار می‌کنند در صورت بازنشسته شدن از نفقه در تاجیکستان برخوردار خواهند شد. در عین زمان میان تاجیکستان و روسیه چنین سازشنامه نیست و از این رو مهاجران بازنشسته تنها نفقه اجتماعی میگیرند که ناچیز بوده اندکی بیش از 200 سامانی می باشد. در دوام هفته گذشته شمار زیادی بینندگان به ما پیام ها فرستاده از شهلای گلخواجه سوال میکردند. ما به این سوال ها حدالامکان پاسخ دادیم ولی ظاهرا شما قانع نشدید. از این رو از شهلا خواهش کردم خودش به سوال های شما جواب دهد که کجاست و چی کار میکند. درودم کورانی عزیز و سلام عرض میکنم به همه بینندگان گرامی که فعلا ما رو تماشا دارند و تشکر میگم از یکایک شما که حتی در روزهای استراحتی از من یاد میکنید. من در رخصتی هستم از آن و طول چند روز میشود در دل امریکا در واشنگتن قرار دارم. با اهل خانواده با فرزندان استراحت خود رو میگذرانیم. هرچند طول چند روز هوا گرم بود آفتابی بود و امروز وقتی ما ثبت میکنیم هوا گرفته و بارانی و سلقین است و تشکر میگم که زیاد از من میپرسید و من خوب هستم، صحت و سلامت هستم، نگران نباشید. در برابر اون که من در استراحت هستم البته از خبرها و از برنامه ها دور نیستم. تلاش میکنم با دست دادن امکانیت به بعضی از کامنت های شما هم پاسخ بنویسم و البته در این روزها که برای من شما از هر گوشه های دنیا و از تاجیکستان نوار میفرستید من تلاش میکنم در دست همکارانمون برسانم تا برای شما از آن در برنامه ها پخش کنند. سپس از شهلا پرسیدم که چی نقشه دارد و کی سری کار برمیگردد. وابسته به نقشه ها من نیت دارم که تو چند مدت دیگر با فرزندان در امریکا بمانم و بعد از انجام رسیدن رخصتی خدا خواسته باشد و پراگ برمیگردیم به سر کار و در خدمت شما بینندگان عزیز با خبرهای تازه با برنامه‌های نو قرار میگیرم و تشکر میگم که پیوسته با رادیوی آزادی هستید. خبرها رو از رادیو آزادی تماشا میکنید. در هر کجای دنیا که هستید پیش از همه برای شما سلامتی میخواهم و تا ملاقات بعدی از آن خود را احتیاط کنید. تشکر از شما شهلای گلخواجه، میزبان دائمی برنامه‌های رادیوی آزادی. و حالا درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات میدهم.
امروز 16 август بانک ملی $1 ایالات متحده آمریکا را 11 سومانی و 32 درم، 1 یورو را 13 سومانی و 34 درم و 1000 روبل روسی را 153 سومانی و 80 درم مقرر کرده است. بینندگان عزیز، در همین جا صحبت حاضره به پایان میرسد. تا دیدار نوبتی، خدا نگهدار.